امروز میخوایم با هم آرایش کایلی جنر رو انجام بدیم، همونی که هم از احترام و هم پول و قدرت زیادی برخورداره. میخوام به شما هم بگم چیکار کنین که دیگران بهتون احترام بذارن. تو دنیای امروز احترام خیلی خیلی مهمه و بیشتر آدم ها وقتی توی جمعی وارد میشن تو اون جمع گم میشن و اصلا به چشم نمیان، ولی بعضیا برعکسن، وارد جمعی که میشن انرژیشون همه رو میگیره، یه تاثیر نامرئی که بدون حرف زدن همه رو جذب خودشون میکنه. تا حالا شده حس کنی کسی تو رو جدی نمیگیره یا بهت احترام نمیذاره؟ پس این ویدیو رو تا آخر ببین که فقط برای توه. احترام گرفتنیه، ندادنی. ولی چطور؟ اصل اول احترام به خودت مساوی احترام از دیگرانه. دیگران از ما یاد میگیرن چطور با همون رفتار کنن. اگر خودتو بی ارزش بدونی، بقیه هم همین کارو میکنن. کسی که مدام از خودش ایراد میگیره یا خودشو کوچیک میکنه، نباید انتظار احترام از دیگران رو داشته باشه. حقیقت اینه که جامعه به قدرت احترام میذاره، نه به ضعف. شاید فکر کنی بقیه قضاوتمون میکنن برای اینکه ما چی میگیم، ولی در واقع اونا قضاوتمون میکنن به خاطر اینکه چطور میگیم، چطور خودمون رو نشون میدیم، چطور راه میریم و حتی بعضی وقتا چطور لباس میپوشیم. اگر موقع حرف زدن توپق بزنی یا زیادی بخوای خودتو ثابت کنی، باختی. ذهن آدم‌های دیگه میذارتت تو دسته آدم‌های ضعیف و وقتی اون برچسب رو بخوری، پاک کردنش از ذهن دیگران یکم سخته. آدم‌های ضعیف از سکوت میترسن، تند حرف میزنن چون نگرانن کسی به حرفشون گوش نکنه. یه جوری صحبت میکنن که انگار دنبال اجازه گرفتن و تایید گرفتن از بقیه هستن تا حرفاشون رو ادامه بدن. ولی آدم‌های قوی چی؟ اونا مکث میکنن، میذارن سکوت براشون کار کنه. بقیه رو مجبور میکنن که توی سکوت صبر کنن، منتظر بمونن و بهشون احترام بذارن. وقتی قوی هستی ضعیف به نظر برس و وقتی نزدیک هستی دور به نظر بیا. این جمله معروف سانتزو، فرمانده و فیلسوف نظامی چینیه که کتاب معروف هنر جنگ رو نوشته. این روش ها برای فریب استراتژیک در جنگ استفاده می شدن، اما بعدها توی روانشناسی، سیاست، بیزینس و حتی روابط شخصی هم کاربرد پیدا کردن. پس وقتی کسی ازتون سوالی پرسید، سریع جواب ندید. بذاری سکوت کش بیاد و آزاردهنده بشه. توی چشم شخص نگاه کن، بذار سنگینی فضا رو حس کنه و بعدش با آرامش و اطمینان پاسخ بده. حالا بعدش میبینید که رفتار و حالت گفتارشون و حتی حالت بدنشون عوض میشه. برنده واقعی کسیه که بدون جنگیدن پیروز بشه. قدرت مکث کردن یعنی اینکه هر کسی این سکوت شما رو یک طور معنی میکنه و بر اساس تفکرات خودش جلو میبره. مثلا اگر کسی در حال دروغ گفتن به شما باشه، شما مکث کنید، ناخودآگاه با خودش میگه که اوه فهمید و خودش بدون اینکه بفهمه داره خودش رو لو میده. الان بیشتر متوجه میشید که اون جمله سانتزو داره دقیقاً چی میگه. حالا بیاید تا بگم چرا احترام مهمه. احترام یعنی دیگران تو رو جدی بگیرن، باهات درست رفتار کنن و حتی مرزهای تو رو رعایت کنن و البته نظر و احساس تو براشون اهمیت داشته باشه. اما نکته طلایی اینجاست که تو باید احترام رو بسازی، نه گدایی کنی. بخش اول، پایه‌ریزی احترام از درون خودت شروع میشه. اولین کار اینه که ارزش خودت رو بشناسی. اگر خودت رو باور نداشته باشی که ارزشمندی، دیگران هم باور نمی‌کنن. خودت رو مقایسه نکن. هر کسی منحصر به فرده. هر روز خودت رو بابت چیزهای کوچیکی که بلدی و موفقیت‌هایی که داشتی یا ویژگی‌های مثبتت تحسین کن. هر شب قبل از خوابت 3 ویژگی مثبت خودت رو بنویس. این کار عزت نفست رو تقویت میکنه. 2. مرز مشخص کن. اگر کسی کاری کرد یا حرفی زد که ناراحت شدی، نگه داشتن اون ناراحتی و سکوت باعث بی‌احترامی‌های بعدی میشه. پس برای خودت بنویس چه چیزهایی برات ناراحت کننده است و چه چیزهایی نه. بعدش راه‌های محترمانه بیان کردنش رو تمرین کن. سومیش قدرت نگفتنه. وقتی کسی ازتون میخواد کاری رو انجام بدین و قدرت نگفتنتون پایینه،
اینجا اگر بیشتر حرف بزنید و توجیه بیارین، طرف مقابل بیشتر میل به چونه زدن پیدا میکنه. توی این موقعیت نباید حرفی بزنید، حتی لبخند هم نزن و با لحن آروم بگو که نمیتونم این کار رو انجام بدم و سکوت رو ادامه بدید. این سکوت بعدش خیلی مهمه، چون طرف متوجه میشه که شما دیگه نمیخواید ادامه بدید. آدمی که همیشه بله میگه کم کم جدی گرفته نمیشه. گفتن نه به چیزهایی که نمیخوای یعنی آره گفتن به خودت و ارزش‌هات. چهارمین مسئله رفتار و کلامه. موقعیتی که چطور رفتار کنی تا احترام بگیری. تمام سخنران‌های مطرح دنیا وقتی حرفی رو میزنن بعد از تموم شدنش مکث میکنن و توی چشم بقیه ظلم میزنن. اینجوری ناخودآگاه به مخاطب روبرو میفهمونن که این حرفم خیلی مهمه و باید به دقت گوش کنی. سانتزو میگه جنگجویان پیروز ابتدا پیروز میشوند و سپس به جنگ میروند، در حالی که جنگجویان شکست خورده ابتدا به جنگ میروند و سپس به دنبال پیروزی هستند. تو کلمات و تاثیرگذاری ها بیشتر از المان ظاهری اون اعتماد به نفسیه که باید داشته باشید. اگر هم این مشکل رو دارید تعجبی نداره، چون این یک مهارته نه یک استعداد ذاتی. بعضی ها از صدای خودشون پشت میکروفون و تلفن بدشون میاد، چون گوششون عادت کرده صداشون رو از زاویه طبیعی دهنشون بشنوه. وقتی از جای دیگه بشنون یه جور دیگه میشنوه و احساس متفاوتی خواهند داشت. حالا برای اینکه خجالتتون بریزه گوشیتون رو در بیارین و جلوی دوربین حرف بزنید. هر چیزی که دوست دارید بگید، فرقی نمیکنه. بعدش این ویدیو رو بارها ببینید، نحوه گفتنتون رو گوش کنید، ببینید اگر شخص دیگه ای مقابلتون بود چجوری میتونستید حرفتون رو تاثیرگذارتر کنید. اولش یکم سخته، اما بعدش متوجه میشید ایرادتون کجاست. حواستون باشه که لحن و کلماتتون باید محترمانه و قاطع باشه. داد زدن یا خشونت لزوما احترام نمیاره. از اون طرف حرف زدن خیلی ملایم و نامطمئن هم ممکنه باعث بشه جدی گرفته نشی. برای این مورد هم جلوی آینه با خودت صحبت کن و تمرین کن. جملاتت رو قاطع با صدای واضح و بدون تردید بگو. حالا که بحث تاثیرگذاریه، بیاید 2 ترفند کاربردی از آقای دیل کارنگی رو هم بررسی کنیم. کتاب معروفش آیین دوستیابی کاربردهای خوبی رو میگه. اولین ترفندش اینه که توی مکالماتتون همش اسم شخص رو بیارید. شنیدن اسم خودمون تاثیر زیادی روی مرکز توجه مغزمون میذاره و برای هر کسی اسم خودش شیرین ترین صدای دنیاست. سر همینه که باعث میشه شخص مقابل بیشتر به حرفتون توجه کنه و هم با اون مکث کردن و گفتن اسمش بیشتر تحت تاثیر صحبتتون قرار بگیره. ترفند دومی که دیل کارنگی میگفت این بود که هیچ کس با قضاوت یا انتقاد تغییر نمیکنه، بلکه فقط وارد حالت دفاعی میشه. پس اگر خواستید کسی رو تحت تاثیر قرار بدید، هیچ وقت از در انتقاد و قضاوت وارد نشید. اول شنونده خوبی باشید و بعد ترفندتون این باشه که درکش میکنید و در همین حین با تکنیک مکث کردن و سکوت و البته گفتن اسمش میتونید اثر رفتارتون رو چند برابر کنید. بیاید تا با یه مثال براتون توضیح بدم. مثلا شما از دست پارتنر یا دوستتون ناراحتید و میدونید که اگرم مستقیم بهش حمله کنید، حتی اگر اون شخص بفهمه که اشتباه کرده، ولی به خاطر حمله شما شروع میکنه دفاع کردن و این به خاطر لحن حرف زدن و گفتگوی شما بوده. پیشنهاد میشه که اینجا مثلا اینجوری رفتار کنید: فاطمه، میفهمم که چرا اون تصمیم رو گرفتی. شرایط سختی بود. با این کار شما میفهمونید که درکش کردید و بعدش با مکث کردن اجازه بدید که خودش شروع کنه به حرف زدن و شما کم کم ایده های خودتون رو بهش تزریق کنید. یا مثلا بگید که مصطفی، به نظرت اگر این کارو میکردی چه شکلی میشد؟ با این روش خیلی نامحسوس به جای انتقاد دارید باهاش مشورت میکنید و قطعا تو این شرایط شخص مقابل ازتون حرف شنوه بیشتری خواهد داشت.
و طبیعتاً رفتار و احترامش هم با شما متفاوت میشه. پنجمین عامل قانون عمل و واکنش هست. معمولا رفتار دیگران با ما آینه رفتار خودمونه. پس اگر تو به همه احترام بذاری، احتمال زیادی هست که همه بهت احترام بذارن و اون احترام برگرده. ولی اگر بی احترامی دیدی و سکوت کردی، اون رفتار ادامه دار میشه. وقتی کسی باهات بد حرف زد، آروم بگو من ترجیح میدم با احترام با هم حرف بزنیم تا صمیمیت و احترام بینمون از بین نره. خب اینم از آرایش کامل من. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و از این مطالب لذت برده باشین. اگر این ویدیو براتون مفید بود، خیلی خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید و چند لحظه وقت بذارید و یه کامنت انگلیسی هم برام بذارید تا لایکاتون پاک نشه. خیلی ممنون که حمایت میکنید و دلگرمی میدید. سعی کردم تو این ویدیو به جز آموزش آرایش، مفاهیم دیگه ای رو هم که روزانه باهاشون سر کار داریم رو بهتون بگم. امیدوارم که کلی خوشتون اومده باشه و ماچ بهتون. تا ویدیو بعد، خدافظ.